بدون معطلی میریم سراغ چند تا مراسم عروسی و عزاداری عجیب و غریب تو دنیا. تو بعضی از مناطق چین خانواده‌ها معتقدن که مردایی که مجرد مردن باید براشون زن بگیرن که او دنیا تنها نباشن. میرن سراغ یه جنازه دختر مجرد، با خانواده‌اش توافق میکنن، یه مراسم عروسی براشون میگیرن با یه تابوت 2 نفره. یعنی از جنازه هم نمیکشن بیرون. بابا شاید یارو اصلا نمیخواسته زن بگیره، شاید اصلا نمیخواسته ازدواج کنه، شاید میخواسته تنها بمیره. یعنی روح طرف هم قاطی این ماجراها نکنن بالکل نیستن. شاید یارو اصلا میخواسته مجردی برای خودش حال کنه تو دنیا. شاید اصلا خوشحال بوده که مرده داره میره پیش حوریا، برن با رفیقاشون اونجا رفیق بازی و حوری بازی. حتما باید یکی به پاش ببندید اونجا تو دست و پاش باشه. یارو اگه میخواست تو همین دنیا زن میگرفت دیگه، اگه نگرفته بذار جنازه‌ش هم بدون زن بره دیگه. یعنی حتما اونجا تو دست و پای روحش هم یکی باید باشه بره رو مخش رو اعصابش. بابا یارو مرد که از این داستانا راحت بشه. زن و دست و پا و گیر و کجا بودی و کی میایی و با کی بودی و پیش کی میخوای بری و کلا مرد که از این داستانا راحت بشه. حالا تو باز لحظه آخری بیا یه سر خر ببند به پاش، یعنی مردنش هم برای زهرمار. چه کاریه؟ که اگه میخواست خودش زن میگرفتی که مرد، بلش کن، بذار بره همینجوری مجرد برای خودش بره به زندگی بعد از مرگش برسه دیگه. بلش کن، نگیر براش زن، نگیر. توی یه سنت عجیب تو فیلیپین یه آدمایی هستن به اسم عزادار اجاره‌ای. یعنی اینا رو اجاره میکنن، میارن بالا سر جنازه تو مراسم عزاداری که اینا بزنن تو سر خودشون، گریه کنن، زجه بزنن، شلوغش بکنن دیگه. یعنی طرف خیلی عزیز بوده. من یه سوال از عزیزای فیلیپینی دارم. یعنی اگه طرف خودش اینقدر عزیز نبوده که یه عده‌ای براش تو مراسم اینجوری گریه کنن، ناله کنن، زاری کنن، چه اصراریه که به زور طرف عزیزش کنید؟ احساس میکنم سوالم خیلی منطقی بود. آره؟ ولش کن. یعنی طرف زده، برده، خورده، کشته، دهن همه رو، در حدی که یه عده‌ای بی‌صبرانه منتظرن که این بمیره، برن رو قبرش ادرار کنن. حالا طرف مرد، اینا خوشحال، بدو سمت قبر که برن اونجا کارشونو بکنن. میرسن اونجا میرن در عین ناباوری یه عده‌ای نشستن دارن میزنن تو سر خودشون، گریه میکنن، زجه میزنن. عزیز بوده طرف، با ما فقط اینجوری بوده، با بقیه خوب بوده، چی بوده؟ خب این طرف دیگه روش میشه بره اونجا کارشو بکنه؟ روش نمیشه دیگه. نکنید این کارا رو. مردم با 1000 امید آرزو بلند میشن میرن سر قبر طرف، برنامه‌هاشون رو به هم میریزید. نکنید. هم الکی خرج اضافه میکنید، هم برنامه‌های بنده خدا رو به هم میریزید. ازدواج و مراسم عروسی با درخت تو هند بعضی زنا یا مردا که تحت تاثیر نحس بودن طبق طالعشونن، قبل از ازدواج رسمیشون باید یه بار با درخت ازدواج بکنن. یعنی یه ازدواج کامل، مراسم عروسی کامل، حلقه، لباس عروسی، مراسم مهمون. بعد از مراسم هم باید درخت رو قطع بکنن که نحسیشون از بین بره. خود تو نحسی چه ربطی به درخت داره که باید به خاطر تو نحس قطع بشه؟ یعنی تو کل عمرت نحس بودی، الان قبل از ازدواج یادت افتاده که باید نحسی تو از بین ببری، اونم با قطع کردن درخت. چی کار میکردی تا الان؟ چی جوری زندگی میکردی؟ یا زودتر درخت قطع میکردی یا با همین نحسی زندگی تو بکن دیگه.
همون ازدواجت هم با نحسیت بکن، نحسی بگیره زندگی تو که درخت به خاطرش قطع نکنی. بعدم اگه قرار بود با درخت قطع کردن نحسی از بین بره که الان باید نصف جنگل‌های ایران رو قطع می‌کردن فقط به خاطر نحسی فامیلای من. حالا دیگه نحسی نمیخواد دیگه بری جار بزنی آقا من نحسم، آقا من میخوام نحسی ما از بین ببرم، بیاید میخوام با درخت ازدواج. چه کاری اصلا با درخت؟ برای چی ازدواج میکنی؟ کجای طالعت نوشته که برو با درخت ازدواج کن بعدم قطعش کن تا نحسی بزنه به زندگیت، نحسیت از بین میره. یعنی همین جوریش هم نحسیت کل دنیا رو گرفته، داری درخت قطع میکنی، نمیدونم چیکار میکنی. ول کن دیگه، برو سر زندگی نحست دیگه. چه جار میزنی که آقا من نحسم، بعد درخت قطع کردی دیگه تموم، از امروز دیگه من نحس نیستم. حداقل یه خوبی داره که دیگه خودت میدونی نحسی دیگه، همه میری جار میزنی، همه جا میری جار میزنی که من نحسم. همین که خودت میدونی باز یه قدم جلویی. این فامیلای من نمیدونن خودشون نحسن. رقص جنازه تو عروسی تو ماداگاسکار هر چند سال یه بار تو مراسم‌های عروسی مهم میرن جنازه رو از تو قبر در میارن، تمیزشون میکنن، مرتبشون میکنن، لباس جشن، لباس مرتب تنشون میکنن، میارنشون تو عروسی باشون میرقصن. یعنی یارو رو از تو گور میکشن بیرون، میگن بلند شو بیا عروسیمون. آخه عروسی تو اینقدر مهمه، خدایی اینقدر مهمه که میری به خاطرش یارو رو از تو گور میکشی بیرون، گور به گورش میکنی که بیا تو عروسیت برقصه. شما هنوز با یه جایی مثل ایران آشنا نشدید که طرف به صورتی که کاملا زنده است و اختیار تام برای رفتن به عروسی داره، در کمال ناباوری عروسی رو میپیچونه نمیره عروسی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حوصله حرف و حدیثا و داستانا و دعواهای بعد عروسی رو نداره. بعد شما برید جنازه رو بردارید، استخونای یارو رو بکشید بیارید تو عروسیتون که باتون برقصن. یعنی آدم زنده ندارید، 4 تا جک و جونور بردارید بیارید بذارید، سنگین‌تره تا اینکه برید استخونای یارو رو بکشید بیرون بگید بیا با اون برقص. اینقدر مهمون ندارید؟ بعدم یه سوال، شما این استخونای یارو رو از تو قبر در میاریدش وسط مراسم، این داغتون تازه نمیشه این جنازه رو میبینید؟ بعد اصلا خودتون هیچی، کاری با شما ندارم، حتما داغتون تازه نمیشه که در میارید دیگه. نمیترسید از اینکه اون داغ اون مرده تازه بشه که ریخت شما رو دوباره میبینه؟ این یارو پوسیده جنازش، استخوناش در اومد، اصلا همه چی رو فراموش کرده، اصلا کلا شما رو به فراموشی سپرده. بعد یه دفعه یه شب میبینه دارن میکشنش بیرون از تو قبر، میاد دوباره ریخت قیافه شما رو میبینه تو عروسی دارید بزنه و رقص میکنید. نمیترسید داغش تازه بشه؟ عروسیای بی عروس و دوماد تو کره شمالی اگه زوجی تو ارتش خدمت بکنن، بعضی وقتا خانواده هاشون بدون اینکه این زوج حضور داشته باشن براشون مراسم عروسی میگیرن. یعنی زوجین تو پادگانن، خانواده هاشون تو خونه زوجین دارن مراسم عروسی میگیرن بدون حضور زوجین. حالا ما میدونیم تو کره شمالی چه وضعیه و چه خبره، ولی خب دیگه یعنی یه چند روز مرخصی بهتون نمیدن برید ازدواجتون رو بکنید برگردید. اصلا چند روز نه، یه مرخصی ساعتی بگیرید برید کارتون رو بکنید برگردید دیگه. بهتر از اینه که خودتون تو پادگان باشید و بر خانواده بزن و به رقص و عروسی، شما سر پست. چه کاریه؟ حالا اصلا فرض میکنه مرخصی هم ندادن، یعنی خانواده 2 تا فلک زده نمیتونن یه چند روز صبر بکنن، یه مدت صبر بکنن تا اینا برگردن بعد براشون مراسم عروسی بگیرید دیگه. میان دیگه بالاخره که میان تا ابد که اونجا نمیخوام بمونن که، میان مراسم عروسی براشون بگیرید. حالا من روی صحبتم با
زوجین محترمه که اگرم نشد حالا برید خونه مرخصی خدمتتون تموم نشد که این یه فرار از خدمت ریزی بکنید، برید عروسی رو انجام بدید، عروسیتون رو بگیرید برگردید سر خدمتتون دیگه. کی میخواد بفهمه دیگه؟ حالا تهش هم فهمیدن دیگه، چی میخواد بشه دیگه؟ تهش یه 24 ساعت بازداشتگاه دیگه که اعدامتون که نمیخوام بکنن. چی؟ میکنن؟ میگن میکنن، اعدام میکنن. همون غیر حضوری عروسی بگیرید بره. میرسیم به کشور دوست داشتنی هند. توی بعضی از آیین‌های باستانی هند بعضی از عزادارا خاکستر جنازه رو میخوردن. دلیلشون هم این بود که ما چون تو رو خیلی دوست داشتیم میخوام یه بخشی از تو رو همیشه تو وجودمون داشته باشیم. یعنی خیر نبینید با این کاراتون. آخه خاکستر جنازه تو معده تو بشه دردت میخوره. تهش میخوای از اینجا پسش بدی بره دیگه. بعدم اصلا هیچ راه دیگه ای نبود که یاد طرفو تو ذهنت نگه داری، فراموشش نکنی، یه بخشیشو تو وجودت نگه داری. یعنی یه قاب عکسشو برداری بزنی به دیوار یادش باشی. چه میدونم خاکسترشو برداری بذاری رو تاقچه خونه، هر از گاهی بری یه سری بهش بزنی یادشو زنده کنی. یا اصلا خاکسترشو قبر کنی بری سر قبرش. بری سر قبرش اونجا به یادش باشی دیگه، یادشو زنده کنی. همه کار میشد کرد جز این که برداری خاکسترشو بخوری. آخه چه کاریه؟ بعدم اصلا تو برداشتی یه بخشی از طرفو خوردی، اصلا حواست بود وقتی داشتی میخوردی کدوم بخش طرفو داشتی میخوردی؟ همینجوری برداشتی خوردی؟ اصلا خود طرف راضی بود که تو اون بخششو بخوری؟ اصلا اگه زنده بود اجازه میداد برداری اون بخششو بخوری؟ اصلا اون بخششو میداد تو بخوری؟ حالا مرده برداشتی همینجوری هر جا رو دلت خواسته برداشتی خوردی، نمیدونم میدونی کجا بوده، نمیدونی کجاش بوده. بعد من اصلا نمیفهمم چرا هندیا از زمان باستان سعی داشتن نشون بدن که ما آدمای آلوده‌ای هستیم. یعنی میتونن نباشن ولی عمدن آلودن. همین الانش هم تو هند کنونی و معاصر کنار خیابون یه غذاهایی درست میشه که اگه میکروب از چند قدمی این غذا رد بشه آلوده به غذای هندی میشه. یعنی ممکنه بره بقیه میکروبام آلوده کنه به غذای هندی، بلند جون همه میکروبا رو به خطر بندازه. دیگه وقتی باستانتون اون بوده معاصرتون هم میشه این دیگه. میرسیم به کشور خودمون ایران. تو بعضی از شهرهای قدیم ایران تو مراسم عزاداری اگه کسی گریه نمی‌کرد بهش انگ بی احساسی می‌زدن. برای همینم یه عده‌ای آب پیاز میریختن تو دستمال میذاشتن رو صورتشون که مجبورشن گریه کنن. یعنی سیاه‌بازی تو ژنتیکمون رخنه کرده. تو فکر کن کسی که آب پیاز میریزه تو دستمال که گریه کنه، ببین چه کارایی ازش برمیاد. حالا اصلا کاری با اون یارو نداریم که سیاه‌بازی میکنه. تو چرا انگ بی احساسی بهش میزنی؟ مریضی مگه؟ حالا تو فکر کردی اینا اومدن برای عزاداری؟ و اینا نصفشون اومدن خرما و غذای مراسم بخورن. تو داری با این انگ زدنت تمام تمرکزشون رو به هم میزنی. رهاشون کن، ولشون کن، بذار راحت باشن. وگرنه همینا اگه غذای خوب گیرشون نیاد میرن اینا به شما انگ میزنن که آقا غذا کم بود، غذا خوب نبود، نمیدونم کیفیتش پایین بود، بعد یه خورده پیاز داغش هم زیاد میکنن، 4 تا انگ هم به مرحوم میزنن فقط جیگرشون حال بیاد. حالا بیا و درستش کن، ولشون کن. البته اینا مربوط به قدیمه دیگه، الان دیگه کسی از این کارا نمیکنه. منظورم این انگ زدن و سیاه‌بازی نیست، اینا هنوز با
قوت پاورجاست. منظورم همین استفاده از آب پیازه. یه کسی آب پیاز استفاده نمیکنه.